یکیشون از پشت منو بغل کرد و اون یکی هم در اتاق جلال رو قفل کرد و دم دهنم رو گرفت و به زور لمسامو توی تنم پاره کردن و با شالی هم که روی سرم بود دستامو بستن. درود خدمت شما همراهان همیشگی شباوا، خیلی خوش اومدید. این بار هم یک داستان جنایی رو براتون در نظر گرفتیم. داستان از زبان سمیرا برای شما روایت میشه. در اوایل سال 1394 بود که با اورژانس تماس گرفتم و گفتم شوهرم دیگه نفس نمیکشه. اورژانس هم خیلی سریع خودش رو به منزل ما رسوند و با بدن بیجان جلال روبرو شد. اونا مرگ رو مشکوک تشخیص دادن و برای همین با پلیس تماس گرفتند و پلیس هم خودش رو خیلی سریع به محل حادثه رسوند. بازپرس جنایی شروع به سوال کردن از من کرد و منم مشغول پاسخ دادن به سوالها شدم. بازپرس پرسید همسرتون چند وقته که مواد مصرف میکنه؟ من گفتم تقریباً بالای 7 سال میشه. بازپرس پرسید آخرین باری که مصرف کرده دقیقاً چه ساعتی بوده؟ من گفتم دیشب دوستای جلال طبق معمول اومده بودن اینجا و مثل روال هر شب شروع به مصرف کردن مواد کردن، اما بعد از رفتنشون یه دفعه حال جلال به هم خورد. من فکر کردم این حالت طبیعیه و خیلی جای نگرانی نداره. برای همین دست دخترم رو گرفتم و رفتیم توی اتاق خوابش که بخوابونمش. بعدش هم خودم استراحت کردم. اما صبح که جلال رو صدا زدم دیدم جواب نمیده و رفتم بالای سرش. اما اونو دیدم که دیگه نفس نمیکشید. هر چقدر صداش زدم و تکونش دادم تأثیری نداشت. اون مرده بود. منم سریع با اورژانس تماس گرفتم و بقیه ماجرا. پزشک هم حرفای سمیرا رو تایید کرد و گفت شواهد نشون میده که بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد اووردوز کرده، ولی برای تشخیص دقیق‌تر باید جسد رو به پزشکی قانونی ببریم. بازپرس هم دستور داد برای مشخص شدن دلیل قطعی مرگ جسد رو به پزشکی قانونی انتقال بدن. نیروهای پلیس و اورژانس در حال ترک منزل بودن که یه دفعه سمیرا بچهش رو به همسایه سپرد و بازپرس رو صدا کرد و گفت جناب بازپرس اگه ممکنه میخوام خصوصی باهاتون حرف بزنم. سمیرا وقتی با بازپرس تنها شد با لرزیدن دست و پا و صداش بدون هیچ مقدمه‌ای گفت آقای بازپرس خودم کشتمش، اون جلال بی غیرت رو خودم کشتم، با همین دستام کشتم و حقش بود که بمیره. بازپرس پرسید خانم میدونی داری چی میگی؟ داری به قتل شوهر خودت اعتراف میکنی؟ سمیرا با نفرت و ناراحتی گفت بله آقای بازپرس، خوب میدونم چی کار کردم و اصلاً هم پشیمون نیستم. بازپرس هم دستور دستگیری سمیرا رو داد و اونو برای ثبت و ضبط اعترافات به اداره آگاهی شهرشون منتقل کردن. سمیرا پشت میز بازجویی نشست و بازپرس ازش پرسید همه چیز رو از همون اول مو به مو برام تعریف کن. سمیرا هم با چشم گریون شروع به تعریف کردن ماجرا کرد و گفت من کودکی خیلی سختی داشتم. مادرم مهربون بود ولی پدرم بیش از اندازه خودرأی بود و مرغش فقط یه پا داشت. از طرفی مادرم منو در آغوش میگرفت و با محبت برخورد میکرد. از طرف دیگه پدرم با بد اخلاقیاش همه رو از دماغم در می آورد. حدود 14 سالم بود که مادرم بیمار شد و چون دیر متوجه بیماری شده بودیم با توجه به تمام تلاش هایی که پدرم برای درمانش کرد از این دنیا رفت و ما رو تنها گذاشت. حالا من مونده بودم و 2 برادر که هر دوشون ازدواج کرده بودن. اوضاع مالی خیلی بدی داشتیم. پدرم تمام داراییش رو صرف درمان مادرم کرده بود. به همین خاطر منتظر موقعیت مناسب بود که زودتر شوهرم بده و نخواد خرج منو بده. تو همین گیر و دار بودیم که جلال به خواستگاریم اومد. اون موقع جلال 30 سالش بود و من فقط 15 سال داشتم. خیلی به پدرم اصرار کردم که با این ازدواج مخالفت کنه. حتی خواستم برم سر کار که خودم خرج خودم رو در بیارم. اما پدر یه دنده من اصلاً به حرفام اهمیت نمیداد. حرف خودش بود و منو نشوند پای سفره عقد.
راستش بعد از ازدواج نظرم نسبت به جلال تغییر کرد. اون خیلی مهربون بود و اوضاع مالی خیلی خوبی داشت و اصلاً نمیذاش به من سخت بگذره. اون حتی هوای پدرم هم داشت. با این رفتاراش روز به روز خودش رو تو دل من بیشتر جا می‌کرد. اما این خوشی‌ها فقط برای 1 سال اول زندگی بود. جلال دیگه به من اهمیت نمیداد و خیلی سرد و بد اخلاق با من برخورد میکرد. من خیلی سعی میکردم آرومش کنم اما فایده‌ای نداشت. اون میگفت توی کارش به مشکل بزرگی خورده و ذهنش رو شدیداً درگیر کرده. من که دیدم اوضاع مالیمون روز به روز داره بدتر میشه، از جلال خواستم که اجازه بده تا منم کار کنم و کمک خرج باشم. اما اون با عصبانیت مخالفت خودش رو اعلام میکرد. 5 سال با همین شرایط زندگی کردیم و روز به روز اوضاع بدتر میشد، طوری که دیگه جلال با یه جر و بحث کوچیک رو من دست بلند میکرد. زندگی برامون مثل جهنم شده بود. چند روزی گذشت و یه شب جلال گفت میخوام با دوستام یه تولیدی را بندازم. با اینکه تو این 5 سال اسمی از طلاهای من نیاورده بود بهم گفت سمیرا باز طلاهاتو بفروشی تا منم بتونم باهاشون شراکت کنم. منم به خاطر زندگیم قبول کردم. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و منم ادامه داستان رو براتون تعریف میکنم. کار جلال و دوستاش شروع شد و چون همشون با تجربه بودن خیلی زود به سوددهی رسیدن. جلال مهربون شده بود و هر روز با دست پر می اومد خونه. انگار همه چیز دوباره مثل روزای اول زندگیمون شده بود. بعد از چند مدت طوری به سود رسیده بودن که جلال یه ماشین خوب خرید تا ما رو باهاش به مسافرت و تفریح ببره. اما امان از کسانی که جنبه پول زیاد رو نداره. جمع شدن توی خونه ما و مشروب خوردن و خوشگذرونی تا صبح شده بود کار هر شب جلال و دوستاش. چند بار به جلال گفتم اصلاً درست نیست هر شب دوستاتو میاری توی خونه و تا صبح هم نگرشون میداری. اما با یه حالتی جواب داد تو به جای این که به این چیز میزا گیر بدی برو وضع خودتو درست کن. نیازی نیست مثل اون مولا بگردی. یکم به خودت برس زن. راحت باش، اونا هم مثل برادرای خودت میمونن. من اصلاً با حرفاش موافق نبودم، ولی چون میترسیدم دوباره بد اخلاقیاش شروع بشه هرچی که میگفت و گوش میدادم. روز و شبا همینطور داشت میگذشت و ما صاحب یه دختر خوشگل و ناز شدیم. من از خوشحالی انگار داشتم پرواز میکردم. توی دوران بارداری جلال دیگه دوستاش رو هم توی خونه نمی آورد و بعد از به دنیا آمدن بچه مثل پروانه دور من میچرخید. اما خودش شبا میرفت خونه دوستاش تا نیمه شب اونجا بود. منم چاره جز تحمل نداشتم. آخه دیگه ما پدر و مادر یه دختر کوچولی ناز بودیم. فقط تنها چیزی که ذهنم رو مشغول کرده بود رفتار عجیب و غریب جلال بود. اون خیلی عوض شده بود و دیگه دهنش بوی الکل نمیداد. منم مشکوک شدم و چند بار جیبهاشو گشتم اما چیزی پیدا نکردم. دخترم هنوز 1 سالش بود که جلال با هم تماس گرفت و گفت امشب مهمون داریم، یه شام مفصل درست کن که دوستان بعد از مدتی میخوام بیان خونه داداششون. اون شب دوستاش برخلاف اینکه همیشه توی حال میشستن رفتن توی یکی از اتاقای خونه که این برای من خیلی عجیب بود. چیزی به روی خودم نیاوردم. شام حاضر شد و رفتم صداشون بزنم که بیان، اما در اتاق رو که باز کردم دیدم همشون مشغول مصرف مواد هستن. حدسم درست بود. جلال درگیر اعتیاد شده بود. بعد از رفتن دوستاش باهاش جر و بحثم شد. اونم منو گرفت به باد کتک و گفت توی کارهای من دخالت نکن زن. دوباره از همون شب پای دوستاش به خونه باز شد و هر شب برای مصرف مواد تو خونه ما جمع می شدن. دیگه داشت حالم از این زندگی به هم می خورد، ولی به خاطر بچم سکوت می کردم. با شروع اعتیاد جلال دوباره اوضاع مالی زندگیمون روز به روز بدتر می شد. اون دیگه اصلاً به کارش اهمیت نمیداد و هر روز مصرف موادش بالاتر می رفت، طوری که بعد از یه مدت خونه نشین شد و درآمدش 0 شد.
ما حسابی بی پول شده بودیم. منم به ناچار با شرکاش تماس گرفتم که سهم جلال رو از شراکتش پس بدن. اونا بعد از چند روز با مقداری پول اومدن و وقتی ازشون سوال کردم که چرا انقدر کمه، گفتن جلال بیشتر پولش رو خورد گرفته و همین مقدار باقی مونده. اون پول فقط میتونست تا 2-3 ماه ما رو تأمین کنه. برای همینم مجبور به فروش ماشین شدیم. تا به خودمون اومدیم سر سال اجاره نامه خونه رسید و صاحب خونه درخواست اضافه کردن پول پیش رو داشت. منم به خاطر اینکه اجاره ندیم هر چی پول فروش ماشین بود رو به صاحب خونه دادم. فقط مقدار کمی از اون پول که سهم شراکت جلال بود برامون مونده بود. اوضاع روز به روز بدتر می شد. مصرف مواد جلال هم اینقدر زیاد شده بود که توان هیچ کاری رو نداشت. میخواستم ببرمش کمپ ترک اعتیاد، اما هم هزینه میخواست و هم مخالفت میکرد و از ترک کردن میترسید. مدتی گذشت و اوضاعمون خیلی بد شده بود. هر چند وقت یه بار دوستاش می اومدن و یه مقدار مواد بهش میدادن که از خماری نمیره و یه پولی هم میدادن که ما از گرسنگی تلف نشیم. آخرین بار شب حادثه بود. دوستای جلال اومدن خونه ما و طبق معمول رفتن داخل اتاق برای مصرف مواد. اما وقتی از اتاق اومدن بیرون رفتارشون مثل همیشه نبود و اومدن جلو و با گستاخی گفتن شوهرت که دیگه پولی نداره و کاری هم که نمیتونه برات انجام بده. اگه یکم با ما را بیای ما حاضریم خرجتون رو بدیم. خیلی به هم برخورد و عصبانی شدم و گفتم شما خجالت نمیکشین که همچین درخواستی از من دارین؟ اومدم برم پیش جلال که یکیشون از پشت منو بغل کرد و اون یکی هم در اتاق جلال رو قفل کرد و دم دهنم رو گرفت و به زور لمسامو توی تنم پاره کردن و با شالی هم که روی سرم بود دستامو بستم. من خیلی سعی میکردم مقاومت کنم، اما اون عوضی‌ها انگار دیگه اصلا منو نمیشناختن. انگار نه انگار که میخوان به همسر دوستشون دست درازی کنن. جلال هم که داشت صدای منو میشنید حتی یک بار هم صداش در نیامد، طوری که انگار هیچ اتفاقی نمیفته. دوستای حروم لقمش تا صبح به بدترین شکل ممکن چند بار به من تجاوز کردن و بعدش هم که کارشون تموم شد منی که داشت خون ازم میرفت و همینجوری ول کردن از خونه رفتن بیرون. منم با بدبختی دست و پامو باز کردم و بعد از بند اومدن خونریزی رفتم سراغ جلال و دیدم تو خواب نازه. خون جلوی چشمامو گرفته بود. من تصمیممو گرفته بودم و هیچ چیز نمیتونست جلومو بگیره. سرنگی که باهاش تزریق میکرد و پر از هوا کردم و بهش نزدیکتر شدم. سرنگو کردم تو رگش و فشار دادم و هوا رو وارد خونش کردم. بعدشم رفتم سراغ دخترم و در اتاقش رو باز کردم و اون که فقط صدای ناله های منو شنیده بود بعد از دیدن من شروع به گریه کرد. منم بغلش کردم و کمی غذا بهش دادم و رفتم سراغ جلال. اون دیگه نفس نمیکشید. منم با اورژانس تماس گرفتم و ادامه ماجرا رو هم که دیگه خودتون بهتر از من میدونید. بازپرس بعد از شنیدن حرفام خیلی ناراحت شد و دستور داد سریعاً منو به پزشکی قانونی انتقال بدن تا ببینن حرفام صحت داره یا نه. پزشکی قانونی خیلی زود تجاوز وحشیانه رو تایید کرد و بازپرس دستور بازداشت اون آشغالا رو صادر کرد. با توجه به اطلاعاتی که به پلیس دادن اونها رو خیلی سریع بازداشت کردند و بعد از بازجویی در آگاهی به جرمشون اعتراف کردند. بعد از روال عادی قضایی پرونده تکمیل شد و ما رو به دادگاه فرستادن. قاضی هم بعد از بررسی حکم اعدام من و اونها رو صادر کرد. بعد از مدتی حکم اعدام دوستای جلال اجرا شد. اما من که تو زندان بودم با کمک خیرین تونستم چند وقتی از اولیاء دم وقت بگیرم. تلاش پدرم و گروه صلح و سازش هنوز برای رضایت گرفتن ادامه داره. لطفاً برام دعا کنید. خب دوستان،
داستان سمیرا هم تموم شد، اما همچنان برای رضایت گرفتن از پدر و مادر جلال وقت داره. مرسی که همراه ما بودید و برای شنیدن داستانهای ما وقت گذاشتید. نظراتتون رو حتما برای ما کامنت کنید و بگید اگر جای پدر و مادر جلال بودید تو این شرایط چه تصمیمی میگرفتید. ویدیوهای بعدی ما رو به هیچ عنوان از دست ندین، چون پر از هیجان، اتفاقات عجیب و پند و اندرز در مسیر زندگی است.